درست مثل گنداب متعفنی که پشه و حشرات مختلف رو به خودش جذب میکنه، رژیم آخوندی هم انگار یک آهنربا که چه عرض کنم یک لاشخورربا داره که از روستاهای اطراف کاراکاس ونزوئلا تا لبنان، از نمیدونم مالزی تا افغانستان، عقب مونده ترین و جاهل ترین لاشخورها رو به خودش جذب میکنه. هرچی هم که تنفر مردم از رژیم بیشتر میشه، خب طبعا برای نمایشاتی مثل دهه زجر و این چیزا به درجه بیشتری از فضاحت تن میده و مجبور بیشتر بره سراغ همین مستوره های از تو قوطی در اومده. این دفعه اما در دوران شیخ فری آس جدید و عجیبی رو کردن. یه عده از ونزوئلا به نام گروه بیتوایا که به اندازه کافی به دلیل رابطه هاشون با چاوز مورد انزجار هستن، منظورم هوگو چاوز، دوست احمدی نژاد، یا به قول اون طنزپرداز خارجی که نوشت بعد از مراسم تشییع جنازه چاوز فهمیدیم که بیشتر از این که دوست احمدی نژاد باشه، پسر دوست احمدی نژاده. به هر حال این گروه بیتوایا اومدن ایران که یک کلیپ مفت و مجانی و پولساز از قبل رژیم تولید کنن. رژیم هم که خب تو 7 آسمون یک ستاره نداره، اصلا تو موقعیتی نیست که به کسی از این قبیل جواب منفی بده. اما یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. سر و وضع و به قول معروف فرهنگ رفتاری اینا اصلا به تبلیغات رژیم آخوندی نمیخوره. خب اینم که مشکلی نیست. دجال گور به گور خودش گفته بود که وقتی پای حفظ نظام در میان باشه هر حرومی حلاله. به اینا گفتن که یکی دو تا صحنه عادی سازی تو کلیپتون اضافه بکنی کافیه. اینا هم گفتن باشه، تو پولو بده کاری نمیشه. گام اول اضافه شدن چپیه بود به سر کله اینا، ولی ظاهراً کافی نبود و وزارت ارشاد رژیم احتمالاً نپسندیده بود و گفته بود که بیشترش بکنیم. حاصل این اضافه کردن شد صحنه حضور بیتوایاز در مسجد و احیای ایده پانک ملاز، کار مشترک وزارت ارشاد آخوندی با یک گروه سابقاً راک. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی رو نگاه کن،